به نام خدای مهربان. سلام خدمت شما دوستان عزیزم. امروز میخوام تو این فضا در مورد یه موضوعی صحبت کنم که حالا تو این کشور خیلی ذهن منو مشغول کرد و اون هم پدیده شانس. و خیلی خیلی زیاد از افراد دنیا اصلا فرق نمیکنه که ایران باشی خارج از کشور باشی که فکر میکنن که زندگی شانسیه، یعنی یه اتفاقی ممکنه بیفته، یه بخت ما باز بشه، یه شرایطی پیش بیاد و ما توی زندگیمون بتونیم موفق باشیم. الله بختکی یه شرایطی پیش بیاد و وقتی که میریم به کازینوها سر میزنیم، به جایی که قمار میکنن مردم، این پدیده به شدت خودش نشون میده. افرادی هستن که با هزار امید و آرزو میان که یه دستگاه، یه لاتاری، یه در واقع یه برگه ورق زندگی اونا رو رقم بزنه و جالبه که فکر میکنن که میتونن با این دیدگاه موفق بشن. نکته خیلی خیلی مهم توی این موضوع اینه که هیچ شانسی در جهان وجود نداره. هیچ چیز در جهان شانسی نیست. تمام جهان با قاعده و قانون داره کار خودش رو انجام میده. اگر فکر میکنی که باید یک شانسی، یک چیزی، یک نمیدونم جفشیشی بیاری، یه اتفاق اینجوری بیفته تا موفق باشی یا چیزی رو به دست بیاری، توی بانک برنده بشی، تو قرعه کشی برنده بشی، به این معناست که در باورهای درونی خودت رو لایق اون موفقیت به صورت طبیعی نمیدونی و فکر میکنی که مگر که شانس بیارم که موفق باشم، ولی به صورت طبیعی، در حالت طبیعی من لیاقت این موفقیت رو ندارم. و دوست من، واقعیت اینه که تا وقتی این باور رو داری هرگز شانس نمیاری. شانس اتفاق نیست، شانس خلق کردنیه، شانس ایجاد شدنیه. افرادی رو میبینید که همیشه شانس میارن، در واقع اونها از قوانینی اطلاع دارن، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه، که هر کسی از اونها استفاده کنه و ازشون اطلاع داشته باشه میتونه به هم موفقیت برسه. بحث ما اینه که اگر فکر میکنی یه چیزی، یه اتفاق شانسی باید رخ بده تا زندگی تغییر کنه، مطمئن باش که در مسیر غلط هستی و هزار نفر در شبانه روز به این جاهایی میرن، به کازینوهایی میرن در کشورهای مختلف، حتی تو تهران خودمون، برای اینکه شانسی به موفقیت برسه. باور کنید صحنه‌های خیلی جالبی اون تو دیده میشه. افرادی که به شدت مغمومن، افسردگی تمام وجودشون رو گرفته، افرادی که با هزار امید و آرزو میان اونجا و بازی میکنن و پولشون رو از دست میدن و بعد دوباره برمیگردن، افرادی که در واقع مجبور میشن که زندگیشون رو بفروشن، مجبور میشن که اعتبارشون رو از دست بدن، به هر خفت و خاری میزنن فقط به خاطر اینکه بازی جهان رو نفهمیدن. وقتی که وارد کازینوها میشید دقت کنید به چهره افراد، به روحیه افراد، به حس افراد، به اتفاقی که داره براشون میفته. نگاه کنید که چطور اونا دارن زندگیشون رو میبازن و این کار رو هر بار باز هم تکرار میکنن و این انتهایی براش نیست و هر بار این اتفاق داره میفته. امیدوارم که فکرمون رو عوض کنیم، امیدوارم که خدا رو باور کنیم، امیدوارم که قوانین حاکم بر جهان هستی رو باور کنیم و بدونیم که خودمونیم که اتفاق رو رقم میزنیم، با باورهای خودمون اتفاقات رو رقم میزنیم. من خودم خیلی آدم خوششانسی میدونم، فقط به این دلیل که سعی کردم توی زندگیم به هر موضوع جوری نگاه کنم که من احساس خوبی بده. وقتی که شما بتونید توی زندگیتون به هر چیزی، به هر اتفاقی، به هر شرایطی، چه از نظر خودتون مثبت چه از نظر خودتون منفی، جوری نگاه کنید که احساس خوبی به شما بده، من مطمئن به شما اطمینان میدم که خیلی خیلی آدم خوششانس خواهید و اتفاقات خیلی عالی براتون میفته. اما اگر هر بار در احساس بد باشید، ناراحت باشید، غمگین باشید، افسرده باشید، با هر اتفاق کوچیک در زندگیتون بسیار به هم بریزید، من به شما قول میدم که اتفاقات بد و بدتر بر شما رخ میده. همیشه من توی برنامه‌ام، توی سمینارام این مثال میزنم، میگم افراد خوش شانس از نظر شما همشون یک ویژگی ثابت و بارز دارن. هر کسی که تو ذهن تو آدم خوش شانسیه. تو فک و فامیل یه آدم خوش شانس تو ذهن تصور کن، یه آدمی که خیلی خیلی خوش شانسه. حالا اگه تصور کردی، من با اینکه ندیدمش به تو به راحتی میتونم بگم ویژگی بارز اون آدم اینه که خیلی خیلی آدم خونسردیه، خیلی انسان شادیه، خیلی در واقع میشه گفت بیخیاله و این خونسردی و آرامشی که داره باعث میشه آدم خوششانسی بشه، که تو هم اگر این آرامش رو ایجاد کنی آدم خوششانسی میشه.
اگر فکر میکنی با قرعه کشی، اگر فکر میکنی با قمار، اگر فکر میکنی با در واقع شیوه‌های اینچنین میتونی موفق بشی، بیا برو نگاه کن مردم جهان که دارن این کار انجام میدن. برو زندگیشون نگاه کن، برو زندگی‌هایی که اصلا پاشیده رو نگاه کن. فقط به خاطر این دیدگاه. احتمال اینکه یک نفر توی کازینو، توی لاتاری همه اشکال براش یکی بشه و برنده بشه 1 به 14 میلیونه. احتمال که یک نفر در طول زندگیش صاعقه بهش بزنه 1 به 1 میلیونه. یعنی حتی احتمالش از این که توی یک طول زندگی یک فرد صاعقه بهش بزنه کمتره اینکه بخواد توی کازینو برنده بشه. اما خیلیا باز هم با اینکه برنده نمیشن، باز هم با این دیدگاه اشتباه میگن شاید دفعه بعد شانس بیارم، دفعه بعد و دفعه بعد و دفعه بعد، و هر بار این کار ادامه میدن و اونا همه چیشون رو میبازن. انسان‌های ثروتمند هرگز شرط بندی نمی‌کنن. انسان‌های موفق هرگز شرط بندی نمی‌کنن. اونا به دست میارن، اونا خودشون لایق ثروت میدونن. اونا فکر نمی‌کنن که بعد یه اتفاقی شانسی بیفته تا اونا با موفقیت برسن. اونا میدونن که میتونن موفقیت به دست بیارن. اونا نیاز به شانس ندارن. اونا خودشون شانس رو خلق میکنن. یکی از همین افرادی که بسیار همه ثروتمندیه و یه کازینو اینترنتی داره و بسیار بسیار مشهور کازینوش، باش مصاحبه میکردم و میگفتش که من خودم هرگز در شرط بندی و قمار شرکت نمیکنم. کار من ساخت و ساز، من توی ملک سرمایه گذاری میکنم و پول در میارم. و اینو برای افراد درست کردم که با این خیال باطل میخوام بیان ثروتمند بشن. امیدوارم که این برنامه شما بتونه به ما یک درسی بده، یک طرز فکر قشنگتری به ما بده و از خدا بخوایم که ما رو هدایت کنه و باور کنیم که اگر از قوانین درست استفاده کنیم اتفاقات خوب برای ما میفته. نمیتونه نیفته، امکان نداره نیفته، نمیشه که نشه. وقتی شما در مسیر درست قرار میگیری مطمئن باش اتفاقات خوب برات میفته. اگر من توی زندگیم راه رو درست برم، با باورهای درست، با عملکرد درست، مطمئناً به نتیجه درست میرسم. شما در جهان نگاه کنید، کجای جهان اتفاقیه، کجای جهان شانسیه. چه موردی رو شما تو پدیده‌های طبیعی میتونید بگید که اتفاقیه؟ یه جمله خیلی معروفی داره آلبرت انیشتین، میگه با دیدگاهی که من دارم باور ندارم که خداوند تاس میندازه بالا، اتفاقی رخ میده. همه چیز بر اساس قوانینه. خدا تاس نمیندازه بالا که اگه 6 بیفته بگه این اتفاق بیفته، اگه 1 بیفته بگه این اتفاق بیفته. همه چیز بر طبق قوانین جهان هستی رقم میخوره. حرکت سیارات، ستاره ها، ما همه چی رو میتونیم پیش بینی کنیم. به این دلیل که همه چیز بر طبق قانون داره رقم میخوره. و این قانون زندگیه که هیچ چیز اتفاقی نیست، هیچ چیز شانسی نیست. خودتو لایق بدون تا ثروتمند بشی، خودتو لایق بدون تا موفق بشی، برای خودت ارزش قائل باش تا جهان هم برات ارزش قائل باشه. تا وقتی که شرط بندی میکنی، تا وقتی که قمار میکنی، به این معناست که تو برای خودت ارزش قائل نیستی که به شیوه معمول بتونی ثروتمند بشی و موفق باشی، مگر شانس بیاری. ولی آدم ارزشمندی نیستی که بخوای موفق باشی. امیدوارم که این برنامه بتونه به شما کمک کنه، برای اینکه بیشتر خدا رو باور کنیم، برای اینکه بیشتر برای خودمون ارزش قائل باشیم، برای اینکه بیشتر خودمون دوست داشته باشیم، برای اینکه از قوانین حاکم بر جهان هستی استفاده کنیم و موفق باشیم. برای همه شما دوستان عزیزم آرزوی سلامتی، خوشبختی و سعادت دارم تو این فضای بارونی، تو این هوای عالی. و فکر می‌کنم الان ساعت 2:30 بامداده که تصمیم گرفتم این فایل رو براتون آماده کنم، فقط با این امید که بتونم تاثیر بهتری تو زندگی شما دوستان عزیزم داشته باشم. بهترین ها رو از خدای بزرگ براتون آرزومندم. شاد، پیروز، موفق و ثروتمند باشید.